سوال دادن بعضی برادرها که بعضی انسانها در مهاجرت کار میکنن 40,000 روبل روسی آیلگ میگیرن و قربانی 8,000 روبل است. آیا قربانی کنن یا نکنن؟ قربانی کنن البته. در یک ماه میگن تا 2,000-3,000 گوشت میخرن. به یک مغازه حلال رفته گوشت خریده آمدن هم خیلی وقت میگیرد در کشورهای روس و اینچنین مال شما صرف می شود و اینچنین یک مرتبه وقتی که میرید 4-5 کیلو گوشت میگیرید، یک قربانی کنید، اون رو ذخیره کنید، بخورید. 1 کیلو میتونید به یک همسایه، 1 کیلوگرم به یک دوستی نزدیک یا به یک خویش و تبارتان یا به 4 نفر یار و دوستاتون روزی عید یک قربانی پخته دهید و باقی ماندهش ذخیره کنیدم اجازت است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که انسان وقتی که یک گوسفند قربانی میکنند، مثلا نرخ همین گوسفند 1 دینار است، یعنی اطراف $200 و همین گوسفند 20 کیلوگرم مثلا گوشت کرد. از این 20 کیلوگرم 1 کیلوگرم برای یک همسایه داد، 1 کیلوگرم برای یک یار و دوستش داد، 1 کیلوگرم برای یک فقیر داد، مثلا 3 کیلوگرم. 17 کیلوگرمش رو برای خودش ذخیره کرد و خورد. یک آدم دیگر همین 1 دینار رو صدقه کرد، یعنی همش رو برای مردم خیر کرد. ثواب کدام اینها بلند است؟ میگن ثواب آنی که قربانی کرده همش خودش خورد، یعنی 3 کیلو 2 کیلو یا بگذار 1 کیلوش به 3 تقسیم کرده به دیگرها دهده هم 19 کیلوش اگر خودش خورد هم ثوابش بزرگ است. برای که مقصود ریزانیدن خون به نام الله است، اطاعت پیغمبر است، اطاعت الله است. بنابراین قربانی کنید برادرای عزیز و بگذار آن گوشت را اگر شرایطی خیر کردن نداشته باشید برای خودتان ذخیره کنید و آن را تناول کنید. هم ثواب میگیرید، هم همین گوشت را خواهید نخواهید از مغازه ها رفته میخرید.